السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به کانال آشپزی خودتان خوش آمدین. امید همه‌تان با صحت باشین و در امان الله مهربان. امروز یک قابلی دمپخت براتان در نظر دارم. خدا کنه خوشتان بیاید. البته غذای من اگر از دل خودم یگان غذا را یگان چیزش اضافه میکنم. بر ما کار است 700 گرم پیاز، 6 گلاس برنج البته کار است که ششتیم قبلا تر کردیم، برنج افغانی، و 3 ملعقه روغن فعلا بر ما کار است که در بین دیگ انداختیم. روغن هم میمانیم خوب داغ شوه، البته آتش تیز میمانیم، و 1 کیلو گوشت سرخی گاو بر ما در کار است، یا گوساله یا گاو که از ما فعلا گاو است، و یک 700 گرم هم پیاز است تقریبا که ریزه کردیم، به حساب یک 3 دندانه سیر است که را میده کردیم پوست کردیم. البته روغن ما فعلا داغ است. ما امی گوشت سرخی را در سرش مندازیم استای کرده و تقریبا مدت 40 دقیقه یا 35 دقیقه سرخش میکنیم در بین روغن. آتش در اول در ابتدا خوب تیز می باشه، بعد از 20 دقیقه 15 دقیقه آتش یک کم خیره میکنیم و سرخش میکنیم. البته این طرزی که من پخته میکنم، بسیاری دیگایی که شما چیزای نو میبینین اینا را خودم به حساب از دل خود یک نوآوری میکنم که باشه که دیگه خسته کن نشه و تکراری نباشه. یگان چیزا را از دل خود سرخ میکنم یا زیاد تو کمی گپا. شما اگر خوشتان آمد این لیست که من براتون میتونین رقم آشپزی های من پخته کنین، امتحان کنین. امکان داره یک کمک متفاوت به از آشپزی های دیگه دوستای ما. فعلا مدت 5 دقیقه سرخ کردیم گوشت که کم است. البته حال نیم ساعت یا 25 دقیقه تیر شد، به این شکل و حساب تغییر کرد رنگ گوشت و گپا دیگه سرخ کرده میریم. یک 10 15 دقیقه دیگه هم که 40 دقیقه در مجموع یا 35 دقیقه شوه. وقتی که سرخ میکنیم البته گوشت بسیار با مزه میشه. در ابتدا نمک نمیندازیم ببخشید که باز یکم گلوله تخریش داره. در ابتدا از خاطر نمیندازیم دیر نرم میشه، چون گوشت گوساله یا گاو گپا بسیار دیر نرم میشه، از او خاطر در روغن سرخ میکنیم. حالا امی 40 دقیقه ما پوره شد، خب سعی کباب وارد شده گوشت، و حالا امی پیاز ریزه شده خودم اندازیم که 700 گرم است تقریبا. برنج ما 6 گلاس است، فراموش نکنین از امی گلاس های دسته دار است البته که قبلا مدت 3 ساعت قبل ششتیم تر کردیم. خب سعی حالا آماده از است که پختش کنیم به حساب امرای همی مواد ما. خود در مجموع 3 ساعت یا 2 نیم ساعت گوشت ما پخته شد، بسیار دیر پخته شد. البته گوشت در بسیار گاز پخش پخته کردم که شما در تیز پخته نکنین، همیشه در گاز پخش پخته کنین. نیم ساعت 40 دقیقه سرخ کردیم، بعد از 1 2 ساعت دیگه پخته شد، 2 نیم ساعت 3 ساعت در مجموع در بر گرفت. و حال باز سرخش میکنیم بعد از اینکه سر روغن آمد و به حساب پخته شد گوشت، دفعه دوم سرخش میکنیم. و فعلا اینجا 1 ملعقه روغن دیگه انداختیم و یک 3 دندانه سیری که داشتیم او را ریزه کردیم. لواب تیار میکنیم البته از رب، و اینجا به حساب قضیات سرخ نمیکنیم سیره، کم نارنجی یک شوه. و اینجا تقریبا 700 گرم زردک ریزه کردیم، خلال کردیم، پاک کردیم. 700 گرم تقریبا 4 دانه کلان بوده. و اینجا یک 2 قاشق بوره است، 2 قاشق کلان نمک و 1 قاشق کلان زیره 4 مساله که خودم تیار کردیم. فعلا در سر سیر مندازیم 2 قاشق ماسخوری تقریبا میشه دیگه، رب قاشق کلان، و این سرخ میکنیم که به حساب 1 قطره هم عودش نمانه، اگر خام بویی که رب داره از بین بره. فعلا سرخ کرده میشه گوشت هم در اوج سرخ میشه، در سر روغن آمده. خب صحیح 1 دفعه در اول سرخ میکنیم گوشت، 1 دفعه هم وقتی که پخته شد سرخ میکنیم. البته او بسیار کم مندازیم، نیم گلاس گوشت مندازیم که زیاد تودار نباشه. و فعلا هم همی 4 مساله و نمک بوره را انداختیم، 2 قاشق کلان بوره، 2 قاشق کلان نمک. من تقریبا 2 قاشق 2 نیم قاشق نمک انداختم، یک کم دیگه هم انداخته بودم. و این دفعه دوم سرخ میکنیم کمک امرای لواب. خب مزید همی گوشت ما برای البته بعد از پخته شدنش است. در ابتدا سرخ کردیم، حالا باز براتون چند دفعه تکرار میکنم که اشتباه رخ نده در جریان پخته کردن. این بار دوم است که گوشت ما نرم شد و سر روغن آمد، پیازش لواب شد.
حالا میتونیم نمک و همین لعاب که آماده ساختیم در بینش بندازیم. در ابتدا نمیندازیم، باز یادآوری میکنیم نمک که دیر نرم میشه گوشت. و فعلا لعاب همین قابلی دم پخت ما آماده است. بسیار خوشمزه میه، شما یک بار امتحان کنید. در مجموع 4 ملعقه روغن میشه که من انداختم، چون گوشت گوسفند نبود، چرب نبوده. من 4 ملعقه در 6 کیلوس برنج انداختم و 4 دانه زردک کلان گرفته بودم که 700 گرم تقریبا میشه یا 600 گرم، هر رقم که خوش دارین. زردک اگه خوش دارین زیاد بندازین. قبلا خلال کرده بودم که حالا سر گوشت انداختم و فعلا هم به حساب برنج میندازم. زردک خام است، سرخ نمی کنم چون ایدم پخت است. در قابلی فرمایشی سرخ میکنیم جدا زردک. برنج انداختیم، کاملا گت میتیم. فراموش نکنین که او به حساب عمق اندازیم که یک شست کلان از سر برنج بلند باشه، نه زیاد. و تقریبا برنج خوب سعی گت میتیم. او اینا مندازیم. تقریبا نمیتونم در حساب لیتر براتون بگویم، اما یک شست یا نیم شست بلندتر باشه. من یک کمتر مندازم همشه، به خاطر که من در گاز تیز هیچ وقت برنج پخته نمی کنم. در ابتدا در گاز متوسط میمانم، تقریبا 10 دقیقه اول در متوسط یا 15 دقیقه. باز بعد از او که آبش خشک شد در گاز پخش تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه دیگه خود دم میدم. بسیار خوب و عالی و نازنین میه. شما اگر امتحان کنین انشالله همینطور میشه. افغان اکثر عادت دارن در گاز تیز پخته میکنن، من نمیکنم. این تقریبا 20 دقیقه دیر شده از برنج، آبش خشک شده. شورش میتیم یک دفعه، میبینیم چطور است. او دانش اگر ضرورت بود او مندازیم، اگر نبود دیگه یک شور میتیم، دمش میتیم. پایین بالا میکنیم. بعد از اینکه آبش خشک شد من گاز عاجل پخش میکنم، به خاطر که اگر در گاز تیز کنیم تا دیگه میگیره و گپا. و فعلا میمانیم مدت نیم ساعت یا 40 دقیقه که برنج خوب دم بزنه. غوری را ما آوردیم، پیش از پیش آماده است و سالاد کردیم، سالاد زردک و کرم که ما براتون یاد دادیم در صفحه ما هست، اگه خواسته باشین ببینین. چون برنج چرب است، کرم زردک گپا میشه چربی را پاک میکنه. نوش جان میکنیم دلای برنج. البته یک ما به شکل عادی براتون کل چیزا آماده میسازم، هیچ چیز تشریفاتی نمی کنم به خاطر که ساده باشه تا بر شما سخت معلوم نشه، بتونین پخته کنین. و برنج ما فعلا دم زد، 40 دقیقه تیر شد یا 30 دقیقه گپا. فعلا خوب شور میتیم، سر زیر میکنیم، باز میکشیمشه در غوری خود. البته بسیار خوب خوشمزه است. شما یک بار امتحان کنین، انشالله که شما از ما کده بیتر پخته کنین. چیز نوآوری اگه میکردین به ما در کامنت نوشته کنین که ما از شما یاد بگیرم چیز را. و فعلا در غوری کشیدیم، خلاص شد، تمام شد آشپزی ما. دمی قسمت ختم شد. بر شما برای همه‌تان وقت خوش میخوایم، روزای خوش میخوایم. خداوند شما را در امان خود نگاه کنه. از لایکایتون تشکری میکنم، از اینکه با دوستایتون شریک میسازین تشکر میکنم. از تشویقهای بسیار خوبتون تشکر. خداوند میربان از آفات که تمام جای جنگ است در امان داشته باشیدتانه و زندگی خوشبخت بر کلتان بده. دعای خیر اگه امکان داره وقت خوارتان بکنین. الله حافظ تا ویدیوی دیگه.